من فرمانده کل قوا هستم. ارتش، سپاه، نیروی انتظامی، بسیج و همه نهادهای نظامی و امنیتی زیر نظر من هستند. تمام فرماندهان را من انتخاب می کنم. فرمان جنگ یا صلح را من صادر می کنم. رئیس قوه قضاییه که می تواند ریشه هر فساد و تخلفی را در جا بخشکاند من انتخاب می کنم. 6 نفر مستقیما توسط من و 6 نفر دیگر توسط رئیس قوه قضاییه‌ای که من انتخاب کردم انتخاب می شوند. رئیس جمهور، اعضای مجلس خبرگان و اعضای مجلس کشور را شورای نگهبانی که من انتخاب کرده‌ام تعیین و تایید می کند. مردم باید به منتخبین من رأی دهند. مجلس نمی تواند چیزی که خود تشخیص داد را تبدیل به قانون کند. مصوبات مجلس باید توسط شورای نگهبان منتخب من تایید شود. صدا و سیما در اختیار من است. رئیس آن را من انتخاب می کنم. هیچ شخص حقیقی و حقوقی دیگری در ایران حق داشتن رادیو و تلویزیون را ندارند. اعضا و مدیران شورای انقلاب فرهنگی، شورای امنیت ملی، شورای فضای مجازی، حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه، دیوان عالی کشور، شورای تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف، سازمان حج، روزنامه کیهان و اطلاعات و غیره به صورت مستقیم و غیر مستقیم توسط من انتخاب می شوند. سیاست‌های کلی نظام، منطقه و جهانی کشور که بر اقتصاد و تمام سیاست‌های داخلی تاثیرگذار است را من تعیین می کنم. نظام، دولت و مردم موظفند از آنها بی چون و چرا اطاعت کنند. تمام اقتصاد کشور در اختیار من است. آستان قدس، سپاه، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد مسکن، بنیاد 15 خرداد، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امامان و هزاران شرکت وابسته به آنها زیر نظر من هستند. معیار اصلی عضویت یا استخدام در تمامی دستگاه‌های کشوری و لشکری اعتقاد و التزام عملی به من است. هیچ نهادی حق سؤال کردن، دخالت، حسابرسی و وضع مالیات بر من و تشکیلات تحت نظرم را ندارد. سالانه هزاران میلیارد تومان صرف تبلیغ و ترویج و نشر نظرات، تصاویر و عقاید من، مبارزه با مخالفین من و پرورش و حمایت از موافقین من می شود. من در عین داشتن تمام این اختیارات هیچ گونه مسئولیتی در برابر آنچه که در کشور رخ می دهد ندارم و خود منتقد وضع موجود هستم. حالا شما درباره این رهبر و این سیستم حکومتی چه فکر می کنید؟